فکر نمی‌کنم بازجویان بتونن روحیه لطیفی داشته باشن کتاب کودک بخونه. آدمی که عاشقه آدم بهتری. فریدون توانگری معروف به آرش بهایی بود. در اعترافاتش هست که پس از بازجویی از خانم‌ها تو دهن خانم‌ها ادرار می‌کرد. خواهر رو می‌آوردن جلوی برادر برهنه می‌کردن. زن رو برابر شوهرش برهنه می‌کردن. دختر رو برابر پدرش برهنه می‌کردن. برهنه می‌کردن کامل و وادار می‌کردن که شوهر، برادر و پدر چشمشون رو نبندن. یکی دیگه از شکنجه ها وارونه آویزون کردن زندانی به صورت نیمه برهنه، به گونه‌ای که طناب انقدر انعطاف داشته باشه که زندانی رو از پشت هل میدادن بخوره صورتش به دیوار بینیش بشکنه. شلاقایی که خوردن در اینجا به سر تا پای بدن بوده. سوزوندن نقاط حساس بدن زن زندانی مثل سینه ها و نقاط دیگه‌ای که معمولاً با آتیش سیگار انجام میشد. گاهی هم با میل داغ، با سیخ داغ انجام میشد. یکی از شکنجه‌هایی که منوشهری رو خانم‌ها انجام میداد و واقعاً ما هم زجر میکشیدیم. زن زندانی رو می‌آورد میشون توی سالن، موهاشو میگرفت و دسته اینو میکشید تا انتهای بند. این زجه میزد و ما نمیدونستیم این زن کیه. به حال او گریه میکردیم. سه نفر اینجا بسیار خبیث بودن. در رأس اینا منوچهری بود، بعدش تهرانی بود، بعدش آرش بود. بالاترین مدال هایی که شاه داده بود به این سه نفر بوده.